سلام. من یک بوردر کالی هستم. بله، همین سگ پشمالویی باهوش که وسط برف نشسته. من همیشه اینقدر خوشحال نبودم. یه زمانی بود که وسط سرما گم شده بودم. گرسنه، ترسیده و تنها. ولی بعد یکی منو پیدا کرد. یک آدم مهربون. به من غذا داد، گرما داد و یک جای امن. اون لحظه بود که همه زندگیم عوض شد. حالا بذار یکم درباره نژاد خودم بهت بگم. ما بردرکالی‌ها به عنوان باهوشترین سگ‌های دنیا شناخته میشیم. ما مقدار زیادی انرژی داریم. من خوش شانس بودم که نجات پیدا کردم. ولی خیلی سگه‌ای مثل من هنوز بیرونن. منتظر، امیدوارن، آرزوی یک خانواده رو دارن. اگه به فکر گرفتن یک سگ هستی، لطفاً قبل از هر چیزی به سرپرستی فکر کن. یک سگ نجات یافته فقط وارد زندگیت نمیشه، بلکه تغییرش میده. ممنون که داستان من رو گوش کردی.